دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است، زمان بازپسگیری ایران. همه با هم، از بندر عباس تا بندر انزلی، از شیراز تا اصفهان، از تبریز تا زاهدان، از مشهد تا اهواز، از شهر کرد تا کرمانشاه به صحنه بیاییم. پایان این رژیم را رقم بزنیم. در گذار از جمهوری اسلامی نقشی تاریخی ایفا کنید و در ساختن آینده ایران سهیم باشید. ایران آزاد و آباد پیش روی ماست. باشد که به زودی در کنار شما باشم.